برای چی جشن میلاد میگویند؟ میلاد کی هست؟ جشن میلاد مراد میلاد عیسی علیه السلام است که یکی از پیغمبرهای الله تعالی و رسولها هستند. از جمله اولوالعزم 5 پیغمبرها و رسولان بزرگ حساب می شوند که اینها جناب محمد صلی الله علیه و سلم، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی و حضرت نوح علیه السلام. و حضرت عیسی از جمله اینها هستند و بین حضرت عیسی و بین جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم که خاتمه پیغمبران هستند دیگه یگان پیغمبری نیست. بله حضرت عیسی در یک زمانه با زکریا و با فرزندشان یحیی که اینها هم پیغمبر بودند در یک وقت زندگی کردند، لیکن آنها پیشتر از حضرت عیسی پیغمبر شده بودند. بنابراین در حدیث صحیح آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که بین من و بین عیسی دیگر پیغمبری نیست. جشن میلاد حضرت عیسی علیه السلام است. برای چی مخصوصا میلاد حضرت عیسی علیه السلام؟ نه میلادی مثلا از عیسی بزرگتر حضرت موسی پیغمبر یهودا که میدونید که در دنیا یهودا چقدر نفوذ دارند. برای چی امروز همه حتی مسلمان ها جشن میلاد حضرت عیسی را جشن میگیرند؟ نه موسی را که بالاتر از عیسی هستند در مرتبه و در سن و سال و در امت. پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد امت اسلام سر امت ترین پیغمبر حضرت موسی هست. این موسی و قومش یک سیاهی به من نشان داده شد و گفته شد که این موسی و قومش است. یعنی قوم موسی قوم بسیار هست. برای چی جشن دنیا حتی بت پرستا، یهود، نصارا، حتی صد افسوس که متاسفانه مسلمان ها از همه جای تأسفشان است که علمدارهای مسلمان ها از بالای منبر مسجد به این جشن مردم مسلمان را تبریک میکنن. نعوذ بالله. برای چی عیسی؟ برای چی مثلا حضرت اسحاق نه پیغمبری تمام پیغمبرهای یهودا و نصارا که فرزندی حضرت ابراهیم است. حضرت ابراهیم علیه السلام 2 فرزند داشتند، یکی اسماعیل که از این اسماعیل هیچ فرزند پیغمبر نشد مگر بعد 40 نسل از فرزنداش حضرت محمد علیه السلام پیغمبر شد. اما تمام پیغمبرها از نسل اسحاق علیه السلام است. برای چی پدری پیغمبرها هست، یا ابراهیم علیه السلام پدری پیغمبرها و بهترین رسولان و پیغمبران بعد حضرت محمد علیه السلام است. برای چی جشن حضرت ابراهیم را نیو جشن میلاد حضرت عیسی را تمام دنیا جشن میگیرد؟ برای چی؟ یعنی سببی که جشن حضرت عیسی را، جشن تولد حضرت عیسی را مردم گمراهی نصارا و تمام گمراه های روی زمین جشن میگیرند، سببش این است که تولد عیسی از تولد دیگران فرق میکنه. اگر مردم از پدر و مادر به دنیا آمده باشند، حضرت عیسی علیه السلام فقط از مادر به دنیا آمده. لیکن در تاریخ ما شخصیت های بزرگتر و تولدشان عجیبتر از تولد حضرت عیسی را داریم. از تولد حضرت عیسی دیده عجیبتر و بالاترش تولد حضرت حوا، مادر تمام بشریت هست. اگر حضرت عیسی علیه السلام بدون پدر از مادر به دنیا آمده باشند این قدر جای تعجبیت ندارد. اما حضرت حوا بدون مادر از پدر به دنیا آمده، از قبرغه چپ حضرت آدم علیه السلام الله تعالی حضرت حوا را پیدا کرد در لغت عرب تولد کرد، تولد کنانید. یعنی حضرت حوا از قبرغه چپ حضرت آدم علیه السلام تولد شدند. معنای تولد شدن یعنی پیدا شدن. بنابراین علما میگن که یعنی الله سبحانه و تعالی یک انسان را
بدون پدر آفرید، از مادر، تنها از مادر. و یک انسان دیگر را از پدر به دنیا آورد بدون مادر. حضرت حوا از آدم پیدا شدند، تولد شدند بدون مادر. یعنی این عجیبتر است از تولد حضرت عیسی. از مادر تولد شدن دیده از پدر بدون مادر تولد شدن عجیبتر است. و این دلالت به قدرت الله تعالی میکند که الله تعالی از هر نوع آفرید تا اینکه تمام مردم، تمام جنها دانند که ان الله علی کل شیء قدیر. الله تعالی بر همه کار قادر است. از همه بزرگترینش حضرت آدم علیه السلام است. به پدر و به مادر الله تعالی ایشان را آفرید. بنابراین الله تعالی در سوره آل عمران گفت که این مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. مثالی حضرت عیسی در نزد الله تعالی مثال آدم است. الله تعالی آدم را از خاک آفرید، پس برای او که پیدا شو، پس حضرت آدم پیدا شدند. یعنی حضرت آدم را از خاک آفرید، نه پدر داشتند نه مادر. بنابراین اگر شما جشن حضرت عیسی را بزرگ شمارید، شما باید از این پیشتر جشن حضرت آدم را بزرگ شماردند، باید بزرگ می شماریدید. برای چی؟ برای آنکه اگر الله تعالی عیسی را بدون پدر به دنیا آورده باشد، آدم را بدون پدر و مادر به دنیا آورد. این سه نوع انسان ها، حضرت آدم، حوا و حضرت عیسی، اینها را الله تعالی یکی را بدون پدر و مادر، دیگری را با پدر و بدون مادر، سومی را با مادر و بدون پدر به دنیا آفرید. باقی مانده ها را از پدر و مادر آفرید تا اینکه همه دانند که الله تعالی به همه کار قادر است. خب اگر تولد حضرت عیسی مردم را به حیرت آورده باشد، پس آنها حیرت به تولد حضرت آدم کنند. بنابراین الله سبحانه و تعالی در این آیت گفت که خلق عیسی در نزد الله تعالی مثل خلق آدم است. بلکه خلق آدم یعنی که مشکل تر است، اصل ندارد. حضرت عیسی که مادر دارند،